با خلاصه خبرگزاری شو از تاجیکستان و جهان، من شعله گلخوجه در خدمت شما قرار دارم. امروز 28 آگوست است و یک جا مرور میکنیم به سرخط موضوع روز. خدمات ضد نثاری فرمایش را به شرکت‌های موبیلی فرستاد. مشتریان راضی نیستند، اما نرخنامه نوی سیم کارت تصدیق شد. یا نفقی مان 250 سوم نفقی مانم بلند. معاش کم ولی طلبگاران زیاد. آژانسی مبارزه با ضد فساد جایهای نوی کاری را اعلان نمود. آیا با 800 سومانی می شود زندگی کرد؟ یک مادر راست گم این 700-800 سوم برای یک اویله که 3-4 فرزند دارد البته نمیرسد. کم یکین $2 سوم در یک مادر زندگی را پیش ببرد. باز نقاب پوش این دفعه در دهه مهاجرآباد فرخار. نفر سیاه‌پوشی نامعلوم اساساً زنها را میترساند. و شروع میکنیم از آن که رئیس جمهوری ازبکستان ماه آینده به تاجیکستان میآید. به همین ترتیب در یک سال اخیر این سفر دوم شوکت میرزیویف به دوشنبه خواهد بود. قرار است این دفعه میرزیویف در نشست مربوط به سازمان اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت کند. همایش مذکور از 27 تا 28 سپتامبر در دوشنبه برگزار می شود. رئیس جمهوری ازبکستان بر علاوه شرکت در جلسه با سران کشورهای عضو این سازمان ملاقات‌های جداگانه خواهد داشت. نشست سران سازمان اتحادیه دولت‌های مستقل بار اخیر در سوچی برگزار شد و رهبری دوره آن به تاجیکستان واگذار گردید. خدمات ضد نثاری تاجیکستان نرخنامه نوی سیم کارت را تصدیق کرد. اکنون رسما از 1 سپتامبر 215 سومانی برای پیوست شوی و 35 سومانی برای گذراندن به توازن سیم کارت گرفته می شود. گذشته از این یک مسئول خدمات در صحبت با همکاران ما گفت که پیشنهاد بلند بردن نرخ سیم کارت از جانب همین شرکت ها وارد شده است. برای یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت 250 سومانی شدن قیمت سیم کارت ها به مسائل امنیتی مربوط است. کوشش میکنیم که از طرف مقامات های داخلدار خصوصا شرکت های موبیلی دقیق شماره مشتریان باشد. مقامات تنظیم کننده نرخ ها با اصرار در صحبت با ما میخواست جبهه مالی داشتن این قرار را رد کند، در حالی که بعداً جز امنیت هدفهای مالی نیز بیان شدند. این مبلغ با واسطه شرکت‌های موبیلی و صورت حسابی آنها جمع می شود و طبق قانونگذاری جاری اندازه‌بندی می شود. خدمات ضد انحصاری گفت قیمت سیم کارت ها و از نو ثبت نام کنی آن با پیشنهاد 4 شرکت موبیلی تاجیکستان افزوده است. این اقدام را اکثر مردم به اساس و خودسرانه عنوان میکنند و از مقامات خدمات انحصاری سوال میکنند که چرا اساسهای اقتصادی قیمت 250 سومانی برای سیم کارت را توضیح نداده و عملی شدن آن اجازه داده است. چی طوری که من میدونم خود سیم کارت تیار کردن و همو نرخ‌گذاری سیم کارت خودش قدر مثلا تو ماکسیمم 10 سومون هم نمیشد که باید 250 سومون مونن. فکر میکنم این بی اساس است. باید زندگی مردم، درآمد مردم به نظر گرفته میشد. یک کاری است که مثلا گویم ضد سیاست دولت است، ضد همه چیز است. مثلا ساکنانی که ساعتها در نزد نقطه‌های فروش و از نو ثبت نام سیم کارت ها نوبت پایی میکنند، افزایش قیمت سیم کارت ها و از نو ثبت نام کنی سیم کارت ها را دست درازی به جیب به این هم تقریبا تهی مردم میدانند. یا اکنون در اساس چی گرفتن نرخ بلند است. حقیقت نرخ بلند و گفتم که نه نفقی مان 246 سوم و این 250 سوم نفقی مانم بلند و ما یا ماه دیگه میگم چی خوریم. بر اساس آمار خدمات علاقه تاجیکستان حالا در تاجیکستان 4 میلیون و 160 هزار سیم کارت فعال ثبت نام شده است. سر از سال 2009 شرکت های موبیلی تاجیکستان 40 میلیون سیم کارت را به ساکنان فروختند. رو می‌ریم به موضوع جهانی. در مولداوا روز 27 آگوست در روز استقلالیت صدها نفر به میدان برآمدند. تظاهرگران طلب کردند که به فسادکاری و اداره غیر مؤثر دولتداری خاتمه داده شود. در همین حال رهبران کشور نیز در پس منظر شعارهای ضد حکومتی اعتراضگران در مرکز کیشینیوف جمع شدند تا از مستقلیت کشورشان جشن بگیرند. تفصیلات از اسکندر خوجه میرزاده. روز 27 اوگوست هنگام تجلیل روز استقلال مولداوا پلیس تعیینات خاص جمع آمد مخالفین حکومت را پراکنده کرد.
چند روز پی هم گروه‌های مخالف حکومت مولداوا بر ضد اصلاحات بحث برانگیز حزب حاکم دموکرات چاره‌بینی‌های اعتراضی برپا می‌کنند. قهر و غضب مخالفین از آن سبب افزایش یافته است که اخیراً مقامات پیروزی نامزد مخالفین حکومت در انتخابات میر شهر کشینوف پایتخت مولداوا را بیکار کردند. 26 اوگوست هزارها طرفدار اتحادیه اروپا در مرکز کشینوف جمع شده بودند. بسیاری از اشتراکچیان اعتراض در نزد مجسمه استپان بزرگ خیمه زده شب را همانجا سپری کردند. قبل از آغاز مراسم با تنتنه جشن روز استقلال، پلیس اعتراضگران را از نزد هیکل دور کرد. اما صدها نفر در نزد آن باقی مانده به گلگزاری پرزیدنت مولداوا ایگور دادان مخالفت کردند. دادان از متفقان سرسپرده پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین می باشد. مولداوا در سال 1991 صاحب استقلال شد، ولی در مبارزه با فساد و کمبزاعتی دستاوردهای بزرگ کسب نکرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اجنسی ضد فساد کارگر میجوید، اما نه خود اعلان جایهای کاری خالی، بلکه طلبات نسبت داوطلبان و معاشی که پیش بینی شده است مورد توجه است. از 600 تا نزدیک 900 سومانی. این مبلغ از معاش میانه در کشور تقریبا 2 برابر کمتر است، ولی طلبکاران این وظیفه ها به مراتب بیشتر از دیگر کارخانه های دولتی است. نیمکاسه زیر کوسه را همکاران ما از نستایش وریم جستجو کردند. ساکنان میگویند پیشبرد روزگار از 600 تا 800 سامانی و یا 80 دلار در پایتخت تاجیکستان تقریبا غیر امکان است. محض همین قدر معاش را آژانسی ضد فساد برای داوطلبان کار در این نهاد پیشنهاد میکنند. به گفته دوشنبگی ها مبلغ مذکور تنها برای خرج نقلیات و خوراک نصف روزی میرسد. به خصوص در دوشنبه برای زندگی حداقل 1,500 سومانی لازم است. البته نمیرسد. در تاجیکستان همچون معاش این خیلی کم است. 5000 بالا باشد میشه با فکر ما. یک مادر راست که این 700-800 برای یک اویله که 3-4 فرزند دارد البته نمیرسد. کم 1,000 سوم در کل یک مادر زندگی پیش بره. به چیز زیادی. اور روغن کارتوش که آژانسی درباره آنکه تا به حال چقدر داوطلبان برای اشغال 15 وظیفه خالی حجت سپاریدند معلومات نمی‌دهد. شرط‌های قبول به کار که در سامانه آژانسی نشر شده است خیلی بلند است. معلومات عالی اقتصادی و یا حقوق شناسی، 2 سال تجربه کاری در نهادهای دولتی و یا 3 سال سابقه عمومی مهنتی. کارشناسان میگویند معاش پس در نهاد به مثل آژانسی ضد فساد برای سوء استفاده از منصب باعث می شود. وقتی تو معاشی کم ولی اعتبار زیاد دارید، خواه و ناخواه در چنین شرایط و در نظامی که ما زندگی داریم مردم خودشان پیشنهاد میکنند و تو هم میگیری. صاحب نظران بر اینند که شرایط ناگوار کار یکی از وسیله‌های نظارت کارگران در نهادهای قدرتی کشور است. آنها خوب میفهمند که این معاش کم است. آنها کارگران را به فسادکاری طیله میدهند تا اینکه زمام آنها را در دست داشته باشند. در لحظه دلخواه آنها را زبان کوتاه میکنند که با چنین معاش کم زندگی کردن غیر امکان است و شما با اعمال غیر قانونی مشغول بودید. سال گذشته در تاجیکستان برای گرفتن پاره و تقلب حجت‌ها 16 کارمند آژانسی ضد فساد بازداشت شدند. اما طبق معمول در این نهاد گفتند که افراد مذکور را هنوز قبل از گرفتن پاره از کار آزاد کرده بودند. برنامه را ادامه می‌دهیم. بیش از 10 روز می‌شود ساکنان یک دهه در نویه فرخار خواب و آرامش خود را گم کردند. آنها را نفر سیاه‌پوش در حالت ترس نگاه می‌دارد که به نقل مردم نصف شب به منزل‌هایشان می‌دراید. شخص نقاب‌پوش اساساً با زن‌ها دست به گریبان می‌شده است. این مهمانی ناخوانده چند زن دهه را بیمار و بستری کرده است. امردین اولیموف گزارش می‌دهد. همون خونه در شبانه درماگه قطعی همی زن همون دست خط به خط کدگی های همون زن در حالت شدگی های که گریختگی تو خونه همسایه من همسایه شم تو خونه مرا رفت در بیخ دیول ما غلطید همون زن در بیخ دیول ما غلطید برامدم روشنی کم فنری قدی گفت که دست درما در خونم قطعیم خط به خط کرد گفت دیگر او شپیدیم خیزوندیمش تو دادیم اومدیم که گریخته است رفته است. даврон дар бораи ниқобпӯше суҳбат мекунад ки шабонгоҳ ба ҳамсояаш ҳуҷум кардааст.
چند روز با ساکنان محله مهاجرآباد فرخار از ترس این حملهگر خواب ندارند. یک کس دو کس میتونم زنکار میترسونم. مثلا که او با کم نیان میتونه اون نامعلومه. خیلی اگم چی نمیگیره. بانیت یکم بگیم که چی کار غاج میتونه بانیت ترسوندن میتونه ممکنه. خیلی ترسونه آخه. فرمای سیاه داره. آنا. فهمیدم که برام خیلی کت کردم. پلان دارم. سرکن پیشین کردم در اون کردم. یک هفته نتیجه تریه. وضع سلامتی خاله صالحه بعد از روبرو شدنش با مرد نقابپوش خوب نیست. جوگاد خواب دم ساعت‌های همین نیم تکم دو بدم. یا در نظر من پایین پومونده یا مردک یا گشتم نگاه کنم مردک مام شما به خونه دهن درگیدم من اینجا کسی بچه‌ها همین یا آواز سگ جاکی برام هم که یک کلمه بلانک پایین پوم ده یک تای خیلی که مردک من با سر مامانم که خراستی و برام اگه یه خواه نه کلمه بلانک هم که همین جام زد پنجه همین تاو جقت وقاس کام که فوق من تا جقت زمین تلام کرد دیگه نمیدونم چیکار کردم یا دردم گرفت. خیلی بود رنگ نمو چه دیدی؟ نه دیدم من میخوام خنیگاه کنم یا شکم دور بود شاید نیمی شاید دکتر توریک بس یکم تاش دیگه هیچ نفهمیدم. هرچند بعضی از ساکنان نقابپوش را دیدند ولی کسی کی بودن و چه هدف داشتنش را نمیداند. به خاطر دستگیر کردن او ساکنان محله در یک جایگی با ناظر منطقوی نوبت پایی شبانه تشکیل کردند. 12-13 نفر شاو میشه وونی میکنیم امی участка کی امو دزدای کی نامعلوم امی خسر میکنیم دارو کاملا میکنیم. زنان تنها و عائله هایی که مرد خونهشان در مهاجرت است موقتا خانه های خود را ترک کردند. شب را در دیگر جا روز میکنند. شلوک تاگینا کلمون میا امی بولو دا خواه نه همسایه پارا میرا دا اون خونه خسروشون خواه دکاز خونه که خونه را میپرته اون دوست باشم مثال میدونه خونه را علوم میزنه نمیفهمی که کیای چیه اگر حکمت داشته باشم یا بقفن همی دوست چیای بتا مثال تنج خواه کنیم و موقع. امید مردم این است که پلیس این حملهگر شبانگاهی را دستگیر میکند و آنها با زندگی آرام پیشین خود برمیگردند. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو گفت که ماه آینده کشورش بزرگترین تمرین حربی را برگزار میکند که در 14 سال اخیر نمونه نداشته است. شایگو روز 28 آگوست افزود تمرین با نام وستوک 2018 در حوزه مرکزی و شرقی روسیه برگزار می شود. اما 2 روز پیش از این سرود وزیر دفاع ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را در استراحت تابستانش همراهی کرد. آنها در جنگل های تو و به سیر و گشت، کوهنوردی و ماهیداری مشغول بودند. کремлин рӯзи 27 август чанд аксу навори видеоӣ аз саҳнаҳои истироҳати тобистонаи президент Владимир Путин дар Сибирро нашр кард. дар ин саҳнаҳо Путин дар иҳотаи чанд мақоми расмӣ аз ҷумла бо вазири дифоъ ва раиси хадамоти амнияти федералӣ дида мешавад. Путини 65 сола либоси низомӣ дар тан бо дурбин ва васоили кӯҳнавардӣ дида мешавад. дар саҳнаҳои дигар ӯро ба ҳангоми шиноварӣ дар обҳои Енисей дарёе ки аз минтақаи Туваи Сибири шарқӣ убур мекунад намоиш додад. дар гузашта саҳнаҳои истироҳати Путинро дар табиат лаҳзаҳои моҳидорӣ ва офтобхӯриашро бидуни курта нашр карда буданд ки инро ҳамчун талоши намоиши саломатии хуб, омодагии хуби ҷисмонӣ ва гузашта аз ин ба сифати намоиши қудрату бозу ба кишварҳои дигар арзёбӣ карданд. дар хабари расмӣ гуфта шуд ки Путин дар роҳ ба Кемероваи Сибир рӯзи душанбе истироҳат бурд. дар ин минтақаи сибирӣ ӯ бо вазъи конҳои ангишт шинос шуда бо раҳбарони минтақаҳои маҳаллӣ ва ҳамбахши энержӣ ҷаласа барпо мекунад. Сказочный лес. و با همین گزارش درباره استراحت ولادیمیر پوتین برنامه امروز اخبار رو به پایان میرسونیم. خبرهای بیشتر از این رو شما میتوانید در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org پیدا کنید. در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی که ما در آنجا رسما صفحه داریم خبرهای زیادتر از این گذاشته شده است. همچنین در آزادی ویدیو نوارها رو تماشا کنید. من فردا شما رو با برنامه نو منتظر میشم. خدا نگهدار.